سلام به گفتگوی ویژه با آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان. خوش آمدین. بحث ها هم متمرکز روی حالات حاکم در کشور است. تشکر آقای حکمتیار که وقت گذاشتید به برنامه ما. از بحث صلح آغاز میکنیم. میخوایم نخست با توجه به فراز و فرودها در روند صلح از شما درباره که روند به طرف یک پایان نافرجام در حرکت است بفهمم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه را که تاسو د لومړي سوال ته زه پښتو ځواب وایم. مهرباني. افغانان سولې ته ضرورت لري. دا جګړه باید پای ته ورسي. او د افغانانو وینې نور باید توی نشي. موږ هم جنگ وازمویو او نتیجه منفی. د پردیو د مټو په زور حکومت کول مو هم وازمویو. نتیجه منفی. د شوروي اتحاد په مرسته حکومت کول هم تاسو ولیدو چې نتیجه همدا وه چې نه یوازې شوروي خپلو اهدافو ته ونه رسېدو، هېڅ ستراتیژیک هدف ته، بلکې له ماتې سره مخامخ شو او په زوال محکوم شو. د ناټو د تجهیزاتو وسایلو او د ځواکونو په مرسته د حکومت کولو تجربه هم ډېرو دلته وازمویله، ولې خپل ارمان ته ونه رسېدل. امریکا له اوږده جنګ نه په خپل تاریخ کې تر ټولو اوږد جنګ هېڅ ترلاسه نه کړل، خپل هېڅ ستراتیژیک هدف ته ونه رسېدل. معلومیږي چې امریکایان اوس دې نتیجې ته رسېدلي دي چې د افغانستان جنګ پای ته رسول د هغوی په ګټه ده او د خپلو ځواکونو ایستلو ته ځان اړ ګڼي. د جنګ دوه لوی او اساسي عوامل یو د بهرنیو ځواکونو حضور چې دا تقریبا د منتفي کېدو په حالت کې دی. امریکا خپل اکثر ځواکونه له افغانستان ایستلي او آخري هم باید د راتلونکي کال تر جوزا پورې له افغانستانه وباسي د هماغه معاهدې مطابق چې امریکا له طالبانو سره لري. انتظار مو دا ده چې هغوی په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او آخري سرتیري هم له افغانستانه وباسي او خپل نظامي او استخباراتي حضور ته په بشپړه توګه پای ورکړي، ختم کړي. دوم ستر عامل د هغه حکومت دی چې بهرنیو ځواکونو په افغانستان باندې تپلی. امریکا په دې پوهېږي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هم دا جګړه پای ته نشي رسېدلی او د دوی په لاس د تپل شوي حکومت په شتون کې هم امکان نشته چې سوله راشي او جګړه پای ته ورسي. معلومیږي چې امریکایان مصمم دي، دې نتیجې ته رسېدلی دي چې دا حکومت هم باید تعویض شي. باور لرم چې مصمم دي او غواړي په دې تعهد باندې عمل وکړي. صحبت با اظهارات اخیر آقای غنی رئیس جمهور افغانستان را درباره چگونگی انتقال قدرت پیهم بشنویم. میشنویم از آقای اشرف غنی، ولی تصمیم را باید امریکا بگیره و طبیعی است که برای حکومت دشوار است بتانه در برابر اراده امریکا و تصمیمش ایستادگی کنه. امیدواریم اونا به حقیقت توجه داشته باشند که راه حل دیگری وجود ندارد جز اینکه قدرت به یک حکومت قابل قبول برای همه جناح‌ها انتقال شود به شکل مسالمت‌آمیز. اگر این کار نشود و احیانا کسی مرتکب اشتباه شود و مرتکب غلط فهمی تصور کنه که بعد از خروج نیروهای بیرونی از افغانستان حکومت، نظام، نیروهای امنیتی میتونه در برابر مخالفین مسلح ایستادگی کنه، اشتباه را مرتکب نشه. امکانی که حکومت بعد از خروج نیروهای خارجی اقتدار خود ادامه بده خیلی کم است. توافق کنیم به اینکه قدرت به شکل مسالمت آمیز به حکومت قابل قبول برای همه انتقال شد. اگر نشد نظام متلاشی میشه، نیروهای امنیتی هم متلاشی میشه، اردو و پلیس هم متلاشی میشه. ما با مو تجربه خونین قبلی مواجه میشیم که بعد از سقوط حکومت نجیب داشتیم. اما حکومت که باید قدرت را به دست بگیره،
کدام حکومت است چگونه ساخته شود که در رأسش باشه، چگونه قابل قبول تمامی طرف‌هایی که برخشان با همدیگر اختلاف‌های کلان دارن؟ چند بدیل داره، یکی را باید انتخاب کنیم. بدیل اولی که یک حکومت همه شمول شامل همه جناح‌های تاثیرگذار که در جنگ در این 4 دهه دخیل بوده. درست. حکومت همه شمول شامل همه این جناح‌ها و به ریاست حکومت فعلی کابل یک بدیل است. اگر برای مخالفین مسلح دولت، برای امارت اسلامی طالبان این قابل قبول باشه، ما مشکلی نداریم. درست. صورت دومش است که حکومت همه شمول اما به زعامت امارت اسلامی طالبان. اگر آقای اشرف غنی با این طرح توافق کنه، ما بازم مشکلی نداریم. درست. کل طرف ها حکومت همه شمول شامل همه جناح‌های تاثیرگذار و به زعامت امارت اسلامی طالبان، عکس از این، عکس طرح. اما تمامی جناح‌های اثرگذار با زعامت طالبان در یک حکومت شراکت را خواهند پذیرفت. گفتیم اگر دیگرایی را بپذیرن، ما حزب اسلامی با این مشکلی نداریم. درست. صورت سومی است که حکومت همه شمول اما به زعامت یک فرد بی‌طرف قابل قبول برای همه، نه مربوط به امارت اسلامی طالبان و نه مربوط به ارگ. یک چهره خوشنامی دارای سابقه نیک خوب که نه در جنگ طرف بوده و نه وابسته به اجنبی است و نه در با اشغالگران کنار آمده، به هیچ گروه سیاسی هم متحد نبوده، برای همه قابل قبول باشه، غیر متنازعی باشه. صورت سومی همیست. حکومت همه شمول به زعامت یک چهره بی‌طرف و قابل قبول برای همه. صورت چهارمی است که یک حکومت کاملا بی‌طرف باشه. هم رئیسی حکومت یک چهره خوشنام بی‌طرف که به هیچ حزب سیاسی تعهد نداره، به هیچ کشور خارجی وابسته نیست، در جنگ‌های قبلی هم سهیم نبوده، با اشغالگران هم همکاری نکرده. حکومت، رئیس حکومت جدید هم و اعضای کابینه‌اش هم. این صورت چهارمی است. ما فکر میکنیم صورت آرمانی همیست، چیزی که عملی است و امکانش وجود داره و میتونه ما را در حل بحران کمک کنه. فقط همیست. زیرا حکومت‌های ائتلافی هیچ نتیجه در گذشته نه در افغانستان داده و نه در هیچ کشور دیگه دنیا، مخصوصا در یک کشور جنگ زده مثل افغانستان، 4 دهه جنگ، گروه‌های سیاسی هم با هم درگیر بودن، جنگیدن، هم دیگر خود کشتن، سایه هم دیگر هم به راکت زدن. مشکل است که حکومت ائتلافی از این گروه ها ساخته شد. به این خاطر ما فکر میکنیم که رای مناسب تر همیست که حکومت جدید ولی بی‌طرف قابل قبول برای همه جناح. دو گونه‌ای که سوم و چهارم در رده قرار گرفتن، فرد را میتونیم پیدا بکنیم که نه در جنگ ها دخیل بوده باشه، نه عضویت احزاب سیاسی را داشته باشه، نه با کشورهای در رابطه باشه، نه در کنار نیروهای امریکایی و امریکایان در افغانستان کار کرده باشه. ما میتونیم یک فهرست از افراد معرفی کنیم. بازی افراد میتونن کار را پیش ببرن. همه احزاب دیگر هم این کار را بکنن، اما بدون شک در افغانستان قطع الرجال نیست. چهره های خوشنام قابل قبول برای همه وجود داره. برای ما چهره های وجود داره در احزاب دیگری هم و در افراد بی‌طرف هم که ما میتونیم اونها را در کابینه هم قبول کنیم و در رأس حکومت هم. به هر صورت عملی هم است و افراد وجود هم داره و راه حل آسان و سهل و عملی هم همیست. بسیار خوب. و آخرین پرسش داری باره، چونین فرد بی‌طرف میتونه امور را اداره بکنه؟ چند شرط باید مراعات شد. یک، در کنار حکومت هر کدامش که باشه، از این چند طرح گفتم، درست، باید یک شورای مقتدر تصمیم گیری به عنوان شورای عالی دولت که آخرین و مقتدرترین مرجع تصمیم گیری در مورد همه قضایای مهم ملی باشه.
و رئیس حکومت هم یکی از اعضای از این شورا. درست. یک شرط دومی که کسانی که در حکومت جدید شامل میشن به عنوان رئیس و اعضای کابینه، اینا باید حق اشتراک در انتخابات آینده را نداشته. ما به ضرورت داریم که تعهد صورت بگیره. این شرط را باید وضع کنیم که اعضای حکومت جدید در انتخابات باید شرکت نکنه. درست. و در چارچوب شورای عالی که شما میگین مقتدر باشه و در کنار حکومت تصمیم گیر، یک عضوش آقای غنی هم باشه. یکی از اعضایش باید رئیس حکومت هم باشه. بسیار. در این مرحله هم ما به ضرورت داشتیم. کاش این کار صورت میگرفت. یکی از اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر آقای اشرف غنی همی است که نتوانست مای سیاسی را به وجود بیاره، مخصوصا در رابطه با صلح. ضرورت داشت به اینکه موازی در این طرف خط باید توحید میشد. همه جناحهای سیاسی باید میرفتن از یک موضوع واحد وارد مذاکرات میشدن. یک مرجع تصمیم گیری باید ایجاد میشد که همه جهت‌های مؤثر و تاثیرگذار را احتمام میکرد. ولی متاسفانه وضعی بیم داشت، همیشه تلاش میکرد که مهار صلح فقط در انحصار خودش باشه و حق ویتو داشته باشه. حتی کسایی که با او در حکومت شامل بودن اینا را در مشوره شامل نکرد، در تصمیم گیری شامل نکرد. هیئت را هم به میل خود ساخت و طرح هم خودش درست کرد و با هیچ کسی هم به مشوره ننشست و به این هم اعتنا نکرد که ضرورت داره. در غیر از این با مشکلات زیاد خودش روبرو خواهد شد. این احزاب دیگری میرن راه خود را مشخص میکنن با طالبان مخالفین مسئله دولت به طور مستقل وارد مذاکره میشه و این هم نمیتونه مانعش شود. درست. که باز بری دشوار خواهد بود که بتانه در برابر ایستادگی کنه در برابرش. در این روزا بحث حکومت موقت در میان برخی از سیاستگران و حتی اعضای هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان مطرح است. در این باره چیزی میدونین شما؟ این طرح از کجا بیرون آمده؟ چه جزئیات داره؟ چی پیش بینی میکنه نقشه راه را؟ این حکومت برای مردم قابل قبول نیست. برای خود امریکایی هم قابل قبول نیست. خودشان اعتراف میکنه که فاسدترین حکومت دنیا حکومت کابل است. مگر کافی نیست؟ امریکا از این حکومت به سطوح آمده و این عامل جنگ میخوانه. معتقد است که در حضور حکومت امکان رسیدن به صلح وجود ندارد. تصمیم گرفتن که باید این حکومت تعویض شد. شما میبینید که با طالبان توافق کردن، با امارات اسلامی طالبان در معاهده‌ای که امریکا در پایش امضا کردن و قصر سفید هم به این صحت گذاشته. همه نظام، پنتاگون و CIA، استیت دیپارتمنت هم برای صحت گذاشته و ایره پذیرفتن. در اون الفاظ واضح آمده که یک حکومت جدیدی بعد از صلح ساخته میشه، یعنی که حکومت باید تعویض شود. درست. چاره غیر از این وجود نداره. بله درست. موافقت نامه امریکا طالبان را یاد کردین شما دوبار. طالبان پابند به توافقاتشان در توافقنامه با امریکا هستند. مکرر میگویند که بله ما با تعهدات خود محکم ایستادیم، هیچ کاری هم خلاف معاهده نکردیم و امریکایان میگویند که تا زیاد راضی اند و میگویند که از روزی که معاهده با امارات اسلامی طالبان امضا شده تا امروز هیچ امریکایی در جنگ کشته نشد. درست. اما یعنی که اونا به تعهدات خود ایستادن. دو ماده مهم دیگه این توافقنامه، یکی بحث کاهش خشونت هاست، دوم قطع رابطه با گروه های هراس افغان جهانی. در این دو بحث طالبان عکس توافق را عمل کردن. طالبان میگویند که ما در این مورد هم با معاهده از معاهده تخلف نکردیم. طالبان ادعا میکنند که هیچ رابطه هم با القاعده ندارن، با گروه های که به زعم امریکا تروریستی خارجی هیچ رابطه ندارن و خشونت هم بیشتر اونا ادعا میکنن که عاملش دولت است نه ما. درست. درباره ترورهای هدفمند طالبان دست ندارن در این زمینه. ترورهایی که اخیراً صورت گرفته، من دانش اگر روش ترکیز کنم میتونم ثابت کنم. درست. که در این طالب دست داره و نه داعش.
در عقب از این دستای کسانی است که خواهان سبوتاژ پروسه صلح بودند. سودش هم به اینا میرسه، نه به مخالفین مسئله دولت. من میتونم بگویم با کمال یقین که عملیات پانتون کاری هیچ یک از گروه ها نبود. از کی بودن؟ از داخل تنظیم شد. گروه های مخالف صلح، اونا که شعارایش هم همه جنگی است، اقداماتشان همه جنگی، با صلح مخالفت میکنن. عملیات پانتون کار اینا بوده یک راکت پراگنی های از داخل شهر کابل روی بر محلات مسکونی و مارکت ها، نه بر ارگ، نه بر وزارتخانه ها، نه بر پیگاه های نظامی، بلکه بر محلات مسکونی و بر مارکت ها. قطعاً کار کسانی است افغانی و غیر افغانی، داخلی و خارجی، یا شبکه‌های استخباراتی که منافع کشور خود با ادامه جنگ و ناامنی در افغانستان و مخالفت با صلح گری زدن. کار همیناست. راکت پراگنی ها در کابل هم و حمله بر میدان هوایی بگرام هم، ترور شخصیت های حامی صلح، علما، خطبا، شخصیت های جهادی، در عقب همه عملیات دستی یک حلقی خبیث در خدمت اجنبی، خواهان جنگ، خواهان ادامه بحران، خواهان ای که پروسه صلح سبوتاژ شود و به تأخیر بیفته. بسیار کوتاه آقای حکمتیار، این حمله ها برخلاف آنچه حکومت مدعی است بیشتر نیاز صلح را در پی داشته و تثبیت کرده، دو اعتراض را بر حکومت افزوده، یعنی کاملا عکس اهدافی که شما میگین را در پی داشته. ولی اماره کسایی که اشتباه میکنن کاری میکنن که به ضرر خودش باشه. اونا فکر کردن که از این میتونن وسیله تبلیغاتی علی طالبان درست کنن و از این میتونن یک وسیله برای سبوتاژ پروسه صلح درست کنن، ولی برعکس نتایج معکوس تحویل داده و خودشان منفور قرار گرفتن و ملت همه اکثرت شما اگر به هر افغان برین، با هر افغانی و پانتون برین از معاصرین استادا بپرسین که کی را متهم میکنن، به شهر برین از مردم بپرسین، همه ادعا میکنن که عامل حکومت حلقه‌های در درون خود نظام. تشکر. گفتین امریکا مصمم است تا کار صلح افغانستان یکسره شود و به نتیجه برسه. در درون هم به شمول حکومت بیشتر جریان‌های سیاسی تاکید روی این مسئله دارند، شورای عالی مصالحه ملی. اما از دوحه خبرها از کندی بسیار ژرف در پیشرفت‌ها در مذاکرات حکایت میکنند. ناشی از چی است؟ ناشی از اینکه در اینجا یک جهت صادق نیست و تلاش میکنه که نتایجی نداشته باشه مذاکرات دوحه. ولی ما باور دارم که هیئتی که از اینجا فرستاده شده تا حد زیاد فعلا هیئت حکومت کابل نیست. درست. جهت خود تغییر داده. فعلا هر توافق هم که در دوحه صورت بگیره اینا اکثرتشان حمایت خواهد کرد و رأی مثبت خواهد داد، هرچند رأی و فیصله مخالف اراده و انتظار ارگ باشه. به این ترتیب در مورد شورای عالی مصالحه هم فکر میکنم که اکثریتشان در یک جهت دیگری فکر میکنن، نه هماهنگ و همصدا با ارگ و با کسانی که خواهان ادامه جنگن. اینا هم اکثریتشان از صلح حمایت خواهد کرد و هیئت کابل هم در دوحه تلاش خواهد کرد که این مذاکرات به یک نتیجه مثبت برسد. آخرین پرسش در بحث صلح، شورای عالی مصالحه ملی چند روز پیش گفت که در 4مین نشست کمیته رهبریش یک راهنمود را به دور دوم مذاکرات صلح افغانستان تایید کرد. جزئیات راهنمود قطعا همگانی نشده. کسان میگن که حتی رئیس هیئت مذاکره کننده گفته که این راهنمود باید اشهد محرم باشه و همگانی نشه. چرا؟ اول که گمان نمی کنم در شورای عالی مصالحه وضعیت چنان باشه که هیچ چیزی هم محرم بمانه.
ترکیب هیئت، اعضایش، تعلقاتش، تعداد بزرگ 54 نفری، ممکن نیست هیچ فیصله هم محرم بمانه و گمانم نمی کنم که چیزی محرم اینا دارن. ولی به هر صورت فکر می کنم که فیصله که باید شورای عالی مصالحه داشته باشه فقط امی که با طرف مقابل باید به توافق برسن و اگر این توافق ایجاب میکنه که یک حکومت جدید تشکیل شود و قدرت به حکومت انتقال شود، شورای عالی مصالحه ای را تایید خواهد کرد و هیچ فیصله هم در مخالفت با این نخواهد داشت. درست. به بحثی که شما مطرح کردین خبرساز شد، حال سیگر هم در این باره گزارش پخش کرده، آمار داده از سال 2001 تا لحظه‌ای که صحبت میشه به این گزارش ساخته شده. بحث نشست و برخاست هواپیماهای بی‌نام و نشان در میدان هوایی کابل، در این باره چی میدانید شما؟ چیزهای زیادی که حالی من تنها نیستم. بسیار. سیگار هم میره تایید میکنه و کابل نیوز هم حتی عکس یک طیاره را گذاشت. درست. طیاره بدون لوگو و نشان که در میدان هوایی کابل نشستن. ما از پارلمان خواستیم که موضوع را به عنوان یکی از مسائل جدی ملی بگیره و قضیه را بررسی کنه. مسئله عادی نیست. طیاره‌ها یک پی دیگری میآید. امنیتش هم به طور فوق‌العاده و توسط محافظین غیر از محافظین میدان هوایی تامین میشه و محموله ها را هم انتقال میده. محموله ها میشنه و پرواز میکنه. بله. محموله ها هوایی چی هستن میدانید شما؟ حتما چیزای مهم. حتما چیزای مهم هم روشن است که باید یا طلا باشه یا دلار. چیزای مهمی که میشه از میدان هوایی و توسط طیاره ها انتقال شود در بکس ها و در کارتن ها، پارسل ها و کارتن ها باید یا طلا باشه و یا دلار. درست. این دلار از کجا میشه؟ پول مواد مخدر است؟ قاچاق هست؟ چی است؟ نه، گفتیم ممکن نیست که قاچاقبران اشخاص باشه و افراد و شبکه‌های قاچاقبران غیر رسمی بدون حمایت جدی از سوی حلقه‌های بلند در نظام ممکن نیست. این باید از سوی کسانی باشه که هم میدان هوایی را میتونن در کنترل داشته باشه و هم امنیتی پروازها را تأمین کنه توسط نیروهای خاص خود و هم امکانات را در اختیار داشته باشه. حتما باید کشورهای خارجی هم در دست داشته باشه که طیاره‌های بدون لوگو را میتونه که بفرسته و امکانات انتقال بده. درست. ما از پارلمان خواستیم که به این موضوع بپردازه، هیئت را تعیین کنه، اتهامات را بررسی کنه، ادعایی که صورت گرفته را بررسی کنه و ترتیبات بگیرن که جلوی این چور و غارت و چپاول گرفته شد. امیدوار هستم که پارلمان به این توجه کنه. درست. چه کرده میتونه پارلمان؟ برصورتی را بررسی کنه. اگر بررسی کرد و ثابت شد که کارها صورت گرفتن، ما باور دارم که خیلی کارها ممکن است. خیلی کارها ممکن است. ما حاضریم در کنارش قرار بگیریم. ملت در کنارشان قرار میگیره و کارهای زیادی ممکن است. درست. باز در وقتش خواهد گفتیم از کجا شروع کنیم و با کجا منتهی. درست. یک گزینه برگشتانیدن پول هاست، پول هایی که با این شوه بیرون کشیده. یکی خویی که باید اول جلوش گرفته شد، مزید انتقال نشد. صورت دومش هست که برگردانده شد. نه تنها از میدان هوایی و از طریق طیاره ها امکانات زیاد به خارج انتقال شده، یکی پی دیگری سلسله ادامه داره. درست. بلکه شما خبر دارین وزرای مالی ما فرار کردن با مقدار زیادی از پولها و سفرای ما، رؤسای بانک ما، دیپلماتای ما که تعدادشان هم به صدها میرسه که پناه بردن و پناهندگی سیاسی کسب کردن. در حال حاضر؟ در حال حاضر تعداد زیادی از اینا که از سفارت رفتن امکانات سفارت هم با خود بردن
و پناهنده شدن. وزارت خارجه از اونها خواسته که برگردن به افغانستان، برنگشتن. صدها میلیون دلار پول افغانستان غارت شد. این پولا باید برگردانده شد. رایش همیز کشورهایی که به اینا پناه دادن، پارلمان از اینا بخواین که اینا رو برگردن، پولایی رو که در بانک ها دارن رو برگردن به افغانستان. درست. و اگر احیانا به این اعتنا نکرد، من فکر میکنم کارهای ممکنه است که کشورها رو ما وادار کنیم سفارتشان در اینجا ببندیم و دیپلماتاش تا او وقت گروگان بگیریم که اونا اینا را مسترد کنن. کشورهایی که پناهگاه دزدها شده، درست، پناهگاه غارتگران شده. بله آگاهانه پناهگاه بله آگاهانه. حتما اطلاع دارین که زمان صدر اعظم بریتانیا آقای تونی بلیر در سخنرانیش با الفاظ سریع گفت که از هر راهی هم که پول به دست میارین، انتقال بتین به بریتانیا، مسئول هستیم، امنیت شما تامین میکنیم. و درباره محموله هایی که در هواپیماهای بینام و نشان به بیرون از کشور انتقال مییابند، میدانین به کدام مقصد میرسن؟ به هر صورت پول انتقال دادن تا حال و مقدار کافیه. درست. حتما یک پناهگاهی هم یافتن. درست. در اونجا مسئولن. خودشان هم و پولایی هم که انتقال دادن در اونجا مسئولن. باز آخرین پرسش درباره مسئله صلح میخوایم از شما داشته باشم حکمتیار صاحب. از نقش خلیلزاد در روند صلح افغانستان راضی هستیم؟ فکر میکنم خلیلزاد برای امریکایا بهترین انتخاب بوده. بهترین انتخاب. افغان است، به زبان افغانا بلد است، تجربه دارن و ایتو یک شخص دیگری رو نمیتونستن امریکا داشته باشه. درست. که بتونه به زبان افغانا هم صحبت کنه، از وضعیت افغانا هم باخبر باشن. من فکر میکنم انتخاب خوب بوده و به امریکا. درست. شما موافق هستین کارش تمدید شود که برای یک زمان کوتاه تمدید هم شده؟ خب این مربوط به امریکاست. درست. ما مشکلی نداریم که خلیلزاد کارش ادامه کنه و فکر میکنم که مناسب هم ایست که بره بگذارن تا کار خود تکمیل کنه. تشکر بسیار آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از اینکه وقت گذاشتین. موفق باشین. تشکر. سلامت باشین.